قسم خراسان جنوبی بین 10 تا 60% خسارت وارد کرده است. به دنبال زلزله شب گذشته در منطقه ذوحان خراسان جنوبی 500 چادر در این مناطق نصب و سایر اقلام از قبیل لوازم گرمایشی و کنسرو به منطقه منتقل شده است. 19 پس لرزه بیش از 2 درجه ریشتر از دیشب تا کنون ذوحان را لرزانده است. آقا تو دختر پدر مادر 5 نفر، یکی هم زنده است. زن مرد اینجا بودن و 3 تا بچه این خونه ای طرف بودن. زلزله شد شما کجا؟ اکیپ‌های امداد و نجات به منطقه اعزام شدن. هلال احمر در واقع بنیاد مسکن، اکیپ‌های راه و شهرسازی، اورژانس، آمبولانس هایی که لازم